درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 22. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی در پوست و رمانهایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفیت وی با منفیت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخواری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخواری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد عاصمی. سبحان قلی خان، نشانی امیر بخارا، وفات 1114 هجری. در جواب کمال خوجندی از تاریخ مقیم خانی. قدم ز غم هجر تو چون چنگ شدم ما، تار ز وصال تو به چنگم نرسیده. در دیده فتد کاش نشان گل رویت، افتادن گل گرچه زیان است بدیده. فرد در روز عید گفته. مردمی چشمم مرصع پوش شد از خون دل، کین لباسی تازه با مردم عجایب خوشنماست.
سبحان قلی خان به شعر اختلاط داشت. ملا سیلی، مفید و بدیع از مصاحبان او بودند. روز خان ملا بدیع را که گل نرگس بر سر داشت گفت: در این حال خودت شعری گوی. بدیع در بدیهه گفت. از تاریخ مقیم خانی. نیست نرگس که تو دیدی به سری ابتر ما، به تماشای تو بیرون شده چشم از سری ما. ملا سیلی به مضمون نرگس گفت: کشته چشم مو نرگس ها دمید از خاک ما، در مزار خویش ما هم کور بینا کرده ایم. در فصل بهار به مناسبت سواری اسب گل بادام ملا مفید گفت: مطلع. برای آن که خرامی رسیده در گلزار، تکاوری گل بادام را کشیده بهار. ملا سیلی در حالت پیری خود گفته. این شعر به نام یکی از متأخرین دیده شده بود. معلوم شد که خطا بوده است. از مقیم خانی: زی هرزگردی ما تا شکایت نکند، گرفته ایم گلوی عصای خود محکم. شوکت بخارایی. اسمش محمد اسحاق است. وفاتش به روایت 1107، به روایت دیگر 1111 در اصفهان واقع شده. از ردایف الاشعار. تا گل از گلبن گرفتم، نوبهار از دست رفت. تا به ساغر دست بردم، اختیار از دست رفت. ز انتظاری باده خونی حسرتم از چشم ریخت. از سبو دست به ساغر بر، که کار از دست رفت.
محشری سودایم از جوشی بهاران گرم بود. داغ شد داغم که جوشی لاله‌زار از دست رفت. دام افکندم که آید صید مطلوبم به کف. دانه صرفی امتحان گشت و شکار از دست رفت. باده‌ای گلگون که شوکت داشت از عیش و نشاط، چهره گلگون تا ز می گردد بهار از دست رفت. به شهر ما هنری غیر خاموشی ننگ است. نفس کشیدن عاشق پریدن رنگ است. چنان ز شرم تو بی آب و رنگ گشت شراب، که موج باده چو موج نسیم بی رنگ است. ز فکر دور خیالم غریب شد شوکت، میان معنی و لفظم هزار فرسنگ است. بسیار راست گفته است. به چشم ما گرانی ها چنان از ضعف جا دارد، که از رنگ برنگ آمدن آواز پا دارد. بود توماری شوقم جاده صد کاروان حسرت، دریدنهای مکتوبی من آوازی درا دارد. چنان خونی سعادت میزند جوش از غباری من، که شمع استخوانم رشته از بالی هما دارد. نگه بی خود شود از دیدن دستی نگارینش، ز رنگی خویش پنداری به دستی خویش جا دارد. بود موجی تبسم جنبشی گهواره نازش، خبر از گریه ام آن طفل بی پروا کجا دارد. به کف آورده ام دامان مطلب از پشیمانی، کفی افسوس من خاصیتی دستی دعا دارد. چه خواهی از خمارآلوده رند شیوه عشرت، که از خمیازه گاهی خنده دندان نما دارد. به آب خاک یک رنگی بود شوکت، شنا بر من لباسی کعبه ام از کفر و دین بندی قبا دارد. غزل. هر کجا نقاش نقشی آن پری رو می کشد، گر به ریحان خطش نوبت رسد بو می کشد. از برای بردن دل دانه و دام و کمند
خال یک سو، چشم یک سو، زلف یک سو می کشد. گرد آن دوری کمر گردم که با آن نازکی این همه باری لطافت را به یک مو می کشد. با پریشان اختلاطان آشنایی مشکل است، شانه جوری اره را از بحر گیسو می کشد. ناظم و ناصیرعلی صایب ندارند این نمک، شوکتی نازک سخن مو از دل مو می کشد. در تذکیره خزانه آمیره نوشته شده است که پدر شوکت صراف بوده. شوکت نیز در اوایل حال به صرافی مشغولی داشته. روزی دو سواری ازبیک در پیش دکان او با هم گفتگو داشتند. اسبان ایشان بساط دکان را پامال کردند. شوکت شوریده حرفی ناخوشی زد. سپاهان ازبیک به هم برآمده او را به دشنام و تازیانه اذیت رسانیدند. شوکت همان ساعت دل از یار و دیار برداشته راه خراسان پیش گرفت. این واقعه در عهد حکومت عبدالعزیز خان ابن ندیر محمد خان واقع است، زیرا در خزانه آمیره از والی داغستانی منقول است که شوکت به سال 1088 به هرات به خدمت صفی قلی خان شاملو که بیکلربیکی آنجا بود رسیده. این تاریخ مطابق عهد عبدالعزیز خان است. بعد از آن شوکت از خراسان به اصفهان رفته و تا آخر عمر در خارج شهر در مزار شیخ علی ابن سهیل استقامت کرده است. شیخ محمد علی حزین در تذکیره خود وفات شوکت را 1107 و صاحب مرآت الصفا 1111 نوشته است. سید راقیم میر سید شریف راقیم سمرقندی. اثری مشهور مماعله تاریخچه است که به سید راقیم مشهور است. در این کتاب از عهد امیر تیمور کورگان تا جلوس عبدالعزیز خان ابن ندیر محمد خان که در سال 1055 یا که 57 واقع است، تاریخ وقایع به حساب جمل ابجد ثبت یافته است. مؤلف واقعات را تفصیل نمی دهد، مگر در بعضی جاها تنها در ضبط سال و ماه وی هم در ذیل شعری که اکثری از دیگران نقل کرده است اکتفا می نماید.
تاریخ قتل عبدالمؤمن خان ابن عبدالله خان از تاریخ سید راقیم تمامیت تألیف 1113 سلطنت پناه حشمت دستگاه عبدالمؤمن خان تا نخل حیاتش در ریاض سلطنت و در حدایق ایالت سر به بالا کشیده، جز برگ شور و شغب بارور نگردیده. غنچه خاطر دادخواهی را از نسیم ترحم جز سرسری سموم غضب نوزیده. ولایت حصار و بلخ و بدخشان و مشهد مقدس نیشابور غیر آن در دست تصرف خان طهورنشان بودند، اما بغایت نازک طبیعت و غیور طینت بوده و از کثرت غیرت و از همصحبتی اهل غفلت انحراف به والد خود عبدالله بهادر خان پیدا کرده. روزی از تدابیرات نافرجام و خیالات خام این هوس در دیگی سودا پخت که به پدر خود باقی گردد. از ولایت بلخ با توجه هرچی تمامتر روان گردید که والد خود را به پایمردی غیرت دستگیر گرداند. در آن زمان عبدالله خان در وادی نصف قرشی با عز و شرف به شکار می رفت. شاه محمد الجبان که از امرای معتبری عبدالمؤمن خان بود، عریضه به پایه سریر اعلا ارسال داشت که حال بدین منوال است، عساکر نصرت معاصر حاضر خواهند بود. چون مضمون عریضه مهابت اثر مقرون به استماع انجامید، در حال خان صاحب قران عبدالله خان از روی اضطرار فرار را قرار داده به جانب ولایت بخارا معاودت نمود. چون خان طهورنشان از رفتن والد بزرگوار واقف گشت، بی توقف عنان عزیمت به صوب ولایت بلخ معطوف داشت. از بس که این خیال فاسد در باطن او متمکن بود، بعد از گذشتن اندک روز لشکری شجاعت اثر جمع نموده به سر ولایت ترمیز آمده، با والد خود در مقاومت و مخاصمت شده. چون این خبری مخالفت اثر به پایه سریر میمنت تخمیر رسید، در ساعت او نیز جنودی نامعدود جمع نموده در مقابل ایستاد. اینچنین چند نوبت خان مذکور با والد خود باقی گردیده لشکرهای بیکران به میدان می آوردند. آخر الامر بعد از چند گاه خان عالی جاه عبدالله خان از ملک و مملکت عاریتی دست کشیده به جواری رحمتی ایزدی پیوست. خان پرطهور عبدالمؤمن به ماوراء النهر آمده ولایات، خزاین و دفاعین خان را متصرف شد. ایالت ایابی شوکت، انتصاب، مملکت مداری، فضیلت شعاری قلبابا کوکلتاشکی همزاد صاحب قران عبدالله خان است و منصب دیوان بیگی و سرکار و زمام حل و عقد و قبض و بست
مهمات آن شهریار به دست او مفوض بود، بعد از فتح ولایت خراسان حکومت و ایالت ولایت هرات بدو مسلم شده بود. چنانچه سابقا مذکور گردیده و مشار الیه محب فضلا و مربی فقرا بود. ارباب فضل از عنایت او مشکور و اصحاب هنر از التفات او مسرور بودند. بعد از فوت عبدالله خان مشار الیه را عبدالمومن بند فرموده برگردن او دوشاخه کرده به ولایت تاشکند برد. یکی از معاصران در آن آوان از احوال او قول بابا کوکلتاش پرسید. فی الحال این بیت را انشاد کرد. قدم دال و دوشاخه لام الف لت بر سری حالم، دلالت می کند بر من که باید رفت از عالم. در تاریخ 1006 به قتل رساند. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 22 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نوزلی.